از یک مسئول کشور سوال کردند شما اگه بخواید یخ بسازید کارخونه‌ش رو وسط کوره آجرپزی درست میکنید؟ نه، مگه دیوانه ایم؟ پس چرا رفتید کارخونه فولادی که میلیاردها لیتر آب میخواد رو وسط کویر اصفهان ساختید و زاینده رود رو خشک کردید؟ مشکل زاینده رود به خاطر خشکسالیه. مردم هم که درست مصرف نمیکنن. مردم، شما آب خلیج فارس رو ول کردید، 600 کیلومتر لوله کشیدید که آب شیرین رو بدید به فولاد. اینا پشتشون استراتژی بوده. شما جوونید، متوجه ابعادش نیستی. ابعادش اینه که روزانه 40 میلیون لیتر آب شیرین داره بخار میشه، یعنی آب 250,000 نفر در روز، در حالی که اگه این صنایع نزدیک خلیج فارس ساخته میشد هم هزینه کمتر بود هم آب از دست نمیرفت. این آمار غلطه. شما سیاه نمایی میکنید. سیاه نمایی کار شماست که انداختید گردن مردم. به اصفهان گفتید یزدی آب تو برد، به یزدی گفتید 4 محالی خورد. سوال بعدی، میخوایم از این پستا بیشتر ببینیم، چی کار کنیم؟ پیج تاریخ مدرن رو فالو کنیم.